عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه و تعالی قبول کننده عبادات است. الله سبحانه و تعالی قبول کننده استغفارات است. الله سبحانه و تعالی عبادات را موردی درگاه خودش قبول می‌فرماید زمانی که عبادات خالص باشد. اگر عبادات خالص نباشد مورد قبولیت درگاه پروردگار نمی‌گردد. الله سبحانه و تعالی را باید دعا کرد، باید تضرع کرد که خداوند عبادات را قبول بفرماید. اگر الله سبحانه و تعالی عبادات را قبول نفرماید، چی 20 سال و چی 70 سال و چی 100 سال اگر عبادت کرده باشی همه اونها هباء منثورا میگردد، همه اونها بیکار میگردد، همه اونها بیکار میگردد زمانی که در عبادات اخلاص نباشد. پس الله سبحانه و تعالی همون عبادتی را میپذیرد که اون عبادت خالص باشد، خالص برای الله سبحانه و تعالی. ان صلاتي و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز برای الله است، رکوع برای الله است، سجود برای الله است، تسبیح برای الله است. هر یک امور عبادات باید به خاطر برای رضای الله سبحانه و تعالی باشد. برای همین خاطر بعد از نمازها من و شما دعا میکنیم که پروردگارا ربنا تقبل منا هذه الصلاة العشاء. پروردگارا همین نماز عشای خواندگی ما را به درگاه خودت قبول بفرما. با چی؟ مع جمیع نقصاناتها. پروردگارا رکوع را اون طوری که باید رکوع میکردیم ما رکوع نکردیم، اون طوری که باید سجده میکردیم اون طور ما سجده نکردیم، اون طوری که تو را حمد و ثنا باید گفت ما اون طور تو را حمد و ثنا گفتن نتانستیم. پروردگار این نماز پر نقصانات ما را به درگاهت قبول بفرما. ولا تضرب بها وجوهنا. مشکل همین است که خدایا مبادا این که همین نمازی که ما خواندیم یا 50 سال عمری که من در عبادت تو مشغول بودم مبادا اینها را بر روی من برگردانی بزنی بگویی که بنده عبادت تو را من مورد قبول خودم قرار ندادم. پس عبادات قبول میگردد زمانی که در عبادات اخلاص باشد. اگر اخلاص نباشد والله به درد نمیخورد، به درد نمیخورد. الله سبحانه و تعالی همیشه به نظر همون دیلی که در اون دیل فقط اخلاص است نظر رحمت پروردگار همون جاست. درگاه پروردگار قابلیت را نمیپذیرد، مقبولیت را قبول میکند. قابلیت چی هست؟ قابلیت این است که یک انسان در نماز چنان میستد که در تنهایی چنان نمیستد. این قابل نشان دادن است. در حالتی که الله سبحانه و تعالی درگاه پروردگار مقبول بودن شرط است. عملی اندک باشد اما اخلاص باشد بهتر از هزارها عباداتی که در اون عبادات اخلاص نباشد. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. باید در عبادات خالص برای الله سبحانه و تعالی باشد. حتی نشستنی که می نشینیم با همدیگر اینم به خاطر الله سبحانه و تعالی هست. وگرنه اکثریت ما و شما با همدیگر قرابت نداریم. قرابت ایمانی داریم اما قرابت نسلی نداریم، قرابت حسبی نداریم، اما قرابت ایمانی داریم. به خاطر ایمان به خاطر الله همدیگر رو احترام میکنیم و همدیگر رو احترام کردن هم اینم نشانه ایمانداری هست. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. کسی به خاطر الله دوست بدارد، به خاطر الله بد ببیند، به خاطر الله بدهد، به خاطر الله منع کند،
این نشانه کمال ایمانداری است. پس اخلاص در عبادات، اخلاص در معاشرات، اخلاص در تمام امور زندگی فقط باید اخلاص باشد. حتی الله سبحانه و تعالی آخران لحظه حیاتی بنده اش را نگاه میکند که در اونجا اخلاص و امید به رحمت پروردگار هست یا نیست. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برای همین خاطر فرمونه که انما الاعمال بالخواتم، انما الاعمال بالخواتم. الله سبحانه و تعالی انتهای کار نگاه میکند، انتهای کار. بزرگان دعا میکردن که عاقبت کار به خیر، ایمان به سلامت. الله سبحانه و تعالی همیشه لحظات آخرانی نفس بنده اش نگاه میکند که آیا در اون لحظات امید به سوی پروردگار دارد یا ندارد. امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث را روایت میکند. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برای اصحابش و برای من و شما یک قصه جوانی را یادآوری میکند که در بنی اسرائیل مردی بود به نام کیفل. مردی بود به نام کیفل. کیفل اندک ثروت داشت، اندک مالدار بود، اما هر روز کارش شراب نوشیدن و زنا کردن بود. هر روز به خانه خودش یک زن بیگانه را قبول میکرد در برابر 4 دینار. هر روز کارش همین بود. یک روز زنی را قبول کرد، خواست که به اون همون کاری بد را انجام بدهد، اما قبل از این که همون کاری بد را انجام بدهد نگاه کرد که اون زن اشکش میریزد، گریه میکند و بدنش میلرزد. گفت زن برای چی گریه میکنی؟ من یک زن عفیفه و پاکدامن هستم، من زنی بدکاره نیستم، اما گرسنگی مرا به همین حالت آورده است، گرسنگی مرا به همین کار آورده است، گرسنگی مرا به همین آدار مجبور کرده است، وگرنه گفت من زنی بدکاره نیستم. ببین حضرت رسول صلی الله علیه و سلم همیشه از خداوند از تنگ دستی پناه می بردن، از فاقگی پناه می بردن، از اینکه دستت کم باشد، رزقت کم باشد، از اینکه محتاج دیگران بشوی. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم پناه می بردن و دعا می کردن که اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر و غلبت الدین و قهر الرجال. پروردگار من پناه می برم به تو از این که مبادا در نصف حیات عمرم کافر بشم، از ایمان برگردم، مبادا این که شیطان فریبم بکند، مغرور سجده و عبادت هم بشم و همین خاطر از رحمت پروردگار دور باشم. و اعوذ بک من الفقر، پروردگار پناه میبرم من به تو از چی؟ از فاقگی، از تنگ دستی، از این که من محتاج نام بشم. این زن عفیفه و پاکدامن گفت که کیفل، من یک زنه که پاکدامن عفیفه هستم، من زنه که بدکاره نیستم، اما همین گرسنگی مرا به اینجا رسانیده است. گفت به همین خاطر؟ گفت بله. گفت به خاطری که ترس خدا در وجود است؟ گفت بله. کیفل در حال از ته دیلش توبه کرد که توبه او را فقط الله میداند و خودش. زن را گفت که هر چی که دارم بگی بره. شارحین حدیث میگویند که 4000 دینارش داد. 4000 دینار میدونی چقدر پول است؟ دادش، گندمش داد، نانهایش داد، گفت بگی بره هر چی که دارم. گفت این ماجرا بین من و بین الله و بین تو باقی بماند تمام. زن برآمده رفت، اما کیفل از ته دل که توبه به سوی پروردگار که کرد، اصل توبه همین است که بازگشتن به سوی پروردگار. و برای بازگشتن به سوی پروردگار شرط نیست که دیگران ببینن، همین که از ته دلت که توبه که کرده الله سبحانه و تعالی نظر به دلها میکند. همین که توبه که کرده الله سبحانه و تعالی تواب الرحیم است. فورا الله سبحانه و تعالی توبه او را پذیرفت. اینجا کیفل توبه کرد،
اینجا حضرت عزرائیل علیه السلام فرود اومد السلام علیکم. حضرت عزرائیل علیه السلام فورا در خانه او را کوبید السلام علیکم. کیفل اینجا توبه کرد، اینجا مرگش فرا رسید. جانش حضرت عزرائیل علیه السلام گرفت و رفت، در حالتی که کیفل مردی بدکاره، مرد شرابی بود، مرد زانی بود. مردمان سحر روز خیستن نگاه کردن که بالای در خانه کیفل نوشته شدگی است که ان الله قد غفر الکیفل، پروردگار کیفل را مغفرت کرد، در حالتی که کیفل را همه میشناختن که مرد شرابی هست. الله سبحانه و تعالی همیشه به دلها نگاه میکند، به دلها نگاه میکند که انتهای کار چی مهم است. حضرت مولا فرمودن که انما الاعمال بالخواتم، الله انتهای کار را نگاه میکند، انتهای کار. حضرت موسی علیه السلام یکی از قومش، یکی از امتانش به مثل همین کیفل یک بدکاره دیگری بود. اونم کارش فقط شرابی بود، کارش فقط نحس کثافتی بود. از کثرت نحسی کثافتی او را مردم به داد آمده بودند، تا جایی که او را از قشلاق، از دهه بیرون کردند، دهات را کرانتین کردند، اعلان کردند که یگان کس با این رفت آمد نکند. اگر کسی به این آب و نانش بدهد او را هم از قشلاق بیرونش میکنه. مخلص الکلام، او را از قشلاق بیرون کردند. یک روز ایستاد، دو روز ایستاد، سه روز ایستاد. انسان بدون طعام، بدون شراب چند روزی میتواند، اما بدون هوا دیگر نمیتواند. هوا اساسی حیات زندگی انسان است. تا جایی که دیگر گرسنگی او را غلبه کرد، تشنگی او را غلبه کرد، هیچ کس به دادش نرسید. برای که در قشلاق اعلان کردن که کسی که نانش بره، کسی که آبش بره، او را هم از قشلاق بیرونش میکنه. خلاص مرد برای سراغ اون آمد، در حالتی که یک طرف تنگی جان است، یک طرف گرسنگی، تشنگی، گرمی بالای اون غلبه کردگی هست. طرفی راست نگاه کرد، فریاد کرد، هیچ کس به دردش نرسید. چپ نگاه کرد، هیچ کس به فریادش نرسید. قفا نگاه کرد، هیچ کس نیست. پیش نگاه کرد، هیچ کس نیست. رو به طرفی رحمت ذات رب العزت کرد، گفت پروردگار را ببین، امروز همه از ما رو گردانیدن، امروز همه ما را پرتافتن. پروردگار نظر تو بر نگردد. خدایا تو رحمان رحیم هستی. همین دعا و همین تضرع کرد که الله اکبر، یا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه المغفره. ای ذاتی که گفت گناهان در بزرگی عظمت اون ضرر نمی آورد. یعنی اگر همه بنده های تو اگر گناه بکنن، ذات تو همون ذات است. ولا ينقصه المغفره، اگر گفت ما را عفو بکنی، از من در گذر بکنی، از بزرگی تو ذره کم نمی شود. الله سبحانه و تعالی جان او را به نرمی فرمود که بگیره. جان یک انسانی بدکار جانش را گرفتن. الله سبحانه و تعالی جبریل را دستور داد که جبریل نزد موسی بره، موسی را خبر بکن که بیرون قشلاق یک دوست ما خوابه. معنی گفت بفهمی؟ گفت دوست ما خواب است. برای گفت دوست ما را بگیر بیار، غسلش بکنن، کفنش بکن، جنازش بخون و اعلان بکن که هر کسی که در جنازه او بیا شرکت بکند، من گناه او را در گذر میکنم. وقتی که حضرت موسی اعلان کی کرد، مردمان گفتن که یا موسی اتستهزئ بنا، روایت حدیث همین است. گفت موسی گفت با هم مسخره بازی کردی سوده، اصلا شوخی داری؟ یک مرد بدکار، یک مرد زیناکار، یک مرد شرابی، این چه خیلی ممکن است؟ حضرت موسی مناجات کرد، گفت پروردگار، گفت این مردم چی میگویند؟ الله فرموده که موسی منم راست میگویم، بنده های منم راست میگن، اما من از همه راستگوتر هستم. گفت بله این شرابی بود، بله این همین خیلی بدکاره بود،
زمانی که گفت همه از این رو گردانیدن، رحمت من به جوش آمد. من نخواستم که منم از این رو بگردانم. گفت مخلوق من است، مخلوق من است. من ای را آفریدم، من ای را آفریدم، بخشیدن اینم بر ذمه من است. یک نازکی تا میگم هرگز فراموش نکن، بعد از شرک و کفر بدترین گناه میدونین کدوم گناه هست؟ بدترین گناه همون گناهی هست که بندگان خدا را از رحمت پروردگار ناامید کردن. میفهمید پا؟ بدترین گناه همین گناهی هست که بندگان خدا را از رحمت پروردگار ناامید کردن. دیگه ایرا خدا نمیبخشد. حدیث صحیح است، حدیثی که در اون شک شبهه نیست. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم روایت میکند، حدیث متفق علیه و حدیث قدسی هست. حضرت الله سبحانه و تعالی برای پیامبرش فرمودند که من گناهی اون انسانی را نمی بخشم، اون انسانی که برای یکدیگر میگوید که خداوند این را دیگر نمی بخشد. وقتی که بر کسی میگویی که خدا تو را دیگر نمی بخشد، الله سبحانه و تعالی را غضبش بلند می شود. هرگز بندگان خدا را از رحمت خداوندی ناامید نکنید، هرگز. یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. هرگز بندگان خدا را ناامید نکن که خداوند تو را دیگر نمی بخشد و همیشه رحمت پروردگار را مد نظر حیات خودت قرار بده. الله کریم است، گرچنده که الله اکبر، الله کریم است، الله غفور است، ستار است، غفار است. اما فراموش نکنیم که خداوند قهارم هست. یک دو قفس سخت می قفد، عذاب خداوندی هم سخت است، اما نسبت غضب پروردگار رحمت خداوند غلبه کردگی است. رحمت پروردگار نسبت غضبش بسیار وسیع است. هرگز از رحمت پروردگار نباید ناامید شد. الله سبحانه و تعالی عبادات من و شما را موردی قبولگاه خودش قبول بفرماید. الله سبحانه و تعالی به فضل کرم خودش از گناهان من و شما درگذر بفرماید. الله سبحانه و تعالی به سبب نماز فرائض نماز عشاء خدایا بلا و مصیبت ها را از بالای سر مسلمین دور بگرداند. الله سبحانه و تعالی کسانی را که سبب جمع آوری شدند خدایا جزای خیرشان بده. خداوند ایشان حاجی را و قارئ کیما را و دیگر ایشان را خدایا توفیق بندگی و توفیق عمل کردن را نصیبشان می‌دار. پروردگارا مادرشان را مغفرت بگردان. پروردگارا کلان سالان ما را عمری درازشان میده. پروردگارا موی سفیدان ما را عمری با برکتشان بده. پروردگارا کسانی که این سالها در این صف من و شما نیستن خدای آنها را مغفرت بگردان. پروردگارا علمای ما را علمای ربانیین قرار بده. پروردگارا ما را اخلاص در گفتار، اخلاص در عبادات، اخلاص در معاشرات خدای برای ما نصیب بگردان. پروردگارا کبر و غرور و حسد و عداوت و دشمنی را خدایا از وجود ما برطرف بگردان. پروردگارا به شرافت این نماز فرائضی که ادا کردیم خدایا سرزمین ما را ایمن نگه بدار. پروردگارا فرد ما را هدایت بگردان. پروردگارا کسانی که خیر خواه ما مسلمانان و این ملت و این سرزمین از خدایا جزای خیرشان بده. اما کسانی که بدخواه ما مسلمانان و این ملت و این سرزمین از خدایا او را نیست نابودش بگردان. اگر در مقدراتش هدایت از خدای هدایتش بفرمان. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دعا میکردند اللهم من اراد بالاسلام و بالمسلمین خیرا فوفقه منه و من اراد بالاسلام و بالمسلمین شرا فاهلكه كما اهلكت عاد و ثمود. پروردگار از گناهان ما درگذر بفرما. پروردگار دستان ما را خالی بر نگردان. پروردگار ظاهری ما را و باطنی ما را با اخلاص مزین بگردان. پروردگار باطنی ما را با اخلاص مزین بگردان.
پروردگارا قبلگاه ما را مغفرت بگردان. پروردگارا کسانی که ما را حرف الف به الف درس دادن خدایا اونهایش که در قید حیات هستن خدایا جزای خیرشان بده و اونانشی که نیستن خدایا قبر اونها را منور بگردان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. جزاكم الله.